درود و سلام به دوستان. اینم کته ما، خوش اومدید به کانال ما. امروز میخوایم که پلو مرغ پرتغالی بپزیم. در ادامه با ما همراه باشید. اگر از شیوه پخت غذای من خوشتون اومد، ما رو لایک و سابسکرایب کنید. برنجمون رو گذاشتیم تو پلو پز پخته بشه. ممنونم، سپاس. در ادامه با ما همراه باشید. یه پرتقال پوستاشو گرفتیم، پوستای خیلی نازک خلالی خورد میکنیم. به این شکل باید باشه، سفیدیش خیلی کم باید باشه. اینا رو باید میخوایم شیرینش کنیم. خیلی نازک پوستای روشه گرفتیم. پوسته پرتقال خورد کردیم. یه کاسه استیل آب جوش میاریم، میذاریم آب به جوش بیاد. بعد پوست پرتقال رو میریزیم توش. این بعد میذاریم 2 تا 3 دقیقه توی آب جوش به جوش بیاد و بغله. بعد تو آب سرد آب کش میکنیم و این کار رو 2-3 بار تکرار میکنیم. خب الان پوست پرتقاله که خلالی خورد کردیم ما داخل آب جوش میریزیم. 2-3 دقیقه با به جوشه. بعد از صافی رد میکنیم. دوباره آب سرد میریزیم تو کاسه، میزنیم به جوش بیاد و اینا دوباره صافش میکنیم. تا 3 بار این کار رو باید انجام بدیم. 2 تا 3 دقیقه باید توی آب جوش بغله. بعد آبش رو عوض میکنیم، صاف میکنیم، دوباره آبا میزنیم جوش بیاد. پوست پرتقال رو میریزیم توش. تا 3 بار این کار رو تکرار میکنیم. مقداری زعفرونه دم کرده میریزیم. یک قاشق چای خوری نمک، خوری فلفل سیاه، دو قاشق غذاخوری روغن سرخ کردنی. و اینا رو با هم با این مرغ ماساژ میدیم. 1 ساعت میذاریم سلفون میکشیم روش. 1 ساعت میذاریم داخل یخچال. بعد سرخش میکنیم با موادی که باش مرینیت کردیم. مانیتور رو سرخ کردیم و الان ما دیدیمش توی قابلمه با آب پرتقال و نارنگی پخته بشه. انتقال میدیم به درون قابلمه. 1 لیوانم آب پرتقال و آب نارنگی ریزیم داخلش و میذاریم تا 2 ساعت اینا آروم آروم با شعله خیلی کم پخته بشه. نیازی به رب نداره چون این اسم غذای پرتغالیه. ما آب نارنگی هم بهش زدیم، طبیعی آبش گرفتیم و اضافه کردیم بهش. پوسته پرتقالا یه تفت ریزی میدیم تو روغن. حلاله پسته اضافه میکنیم. یه تفت ریز، زرشک اضافه میکنیم. چی پختم؟ مادرم رو براتون برنج مرغ پلو مرغی پرتغالی. پلو مرغی پرتغالیه. اینا آبی پرتقاله
و اینا هم خلال پرتقاله و خلالی پسته و زرشک و کته ایرانی. بفرمایید آها. اگه تا اینجا شیوه پخت غذای ما خوشتون اومد، ما رو لایک، سابسکرایب، اشتراک، ممنونم. در ادامه کانال ما با ما همراه باشید. تشکر. بفرمایید ناها.